سال 1993 اویلادور شدم در ناحیه حصار. صاحب 5 تا فرزند شدم. شوهرم از دنیا گذشت. کسلی سرطان شد. بعد 6 ماه مرا خشتمانم از خانه بیرون کرد. آمدم شهر در به در اجاره به اجاره برمی نامفروشی و نامکنی. روز فرزندام کلان کردم. دخترام به شوهر دادم. از یک دختر موندگی دختر کلانی ما با 3 تا کودک شوهرش سر دادگی اومدگی در خونه های یک آدم قطعشناس شدیم. گفت که من یک تا خونه دارم بیا همونجا زندگی که گفت میده میده پولش را دادم بگی. خونه را خیلی سودا کردم بروردیم نیم مقداری پولش بروردیم دادیم. انا حوزی آمده ای خونه بروورده استایمون که بیای نمی پول همش یا میتی یا ای خونه میبروی. خیلی فرزندای خدمت کلان کردم به وایه رساندم. در بدر نمیخوام که 3 تا نبیرم در بدر کلان شوم. صاحب خونه اومده این خونه را بینی به چی احواله. این نمی خونه ها بروورده استایمون میگه بروین یا پول میتین یا میبروین. یگون جا درآمد ندارم سرپناه ندارم. دختر خودم با کسل سرطان باید اپراتسیا کنم برای نمی نبیرهم موندم که یگون چی نشم که نبیرهم ای خونه بروین در بدرشان عذاب بکشن. اینم خیلی احوالی بد نمیدونم چیکار کنم. یگون جا منبع درآمد نداریم یگون کس نداریم که درون یاردمون کنه. این خیلی در مینه راه مونده ایم. از صاحب کارا التماس میکنیم که دستیاری خود رو به ما رسانه. خاطر اینمی 3 تا فرزند دخترچم که معده در روی خونه های